همین نفس است. بعضن یک دوره دارد که برادر رو به برادر می ستیزد، پدر و پسر رو دشمن می کند، دخترها از مادرهایشان می رنجند. دنیای فانی گذرنده به یک میدانی وحشت مبدل می گردد، مثل که تا ابد گویا زندگی می کرده باشند. انسان گرگ انسان می شود. آدمی که در دلش خدا دارد چخل به این راه می رود، از زیبایی عشق چطور روی می گرداند، به چرک نفرت چطور راضی می شود. این چقدر حکایتی سخت است. آخرش همه وقت انسان فریب خورد گویان تمام می شود. انسان قدر و رسالت خود را گم کند، آهسته آهسته در زیر نفس خود می ماند. همش به مانند یک رشته پخته یک جا بوده کنده می رود، به مانند تسبیحی که امامش کنده شده است یک به یک جدا می شود. نور می رود، همه جا اکنون پر از دود می شود. انسانی که برای دوست داشتن آفریده شده است اکنون به مانند درنده شده است. دشمنی کی؟ برای چی دشمن؟ چه فرق دارد؟ برای در پای ایستادن اکنون یگانه راه است، نابود کردن. این چه وحشت از خدایا! مرده انسان، قاتل انسان. چرا انسان ها یکدیگر را می کشند؟ چرا وحشت انگیز می شوند؟ کاش که انسان می دانست. علی بابا روزه رسته علی قربانت شو نکن تمام شد، همه‌اش را تو تمام کردی. نه پرون علی بابا روزه رسته علی نه پرون نکن علی ازدواج دارم. ایستا دستت را بخور تا نکن. نزدیک نشوید، اپا نزدیک نشوید. علی دو دارم ازدواج. کپا رو بگویم کپا. بچه ها با فکرم اوز رو حیوان ببارونه نمیدیم. چه کار کردی علی؟ علی یکی ما میدونیم صبر رو میدونم و داد خدا شکر میکند، از خدا چیزی که میآید شکر میکند. التماس نکن، التماس دادرکم. در میدان زودتر با آن طرف. اما نزدیک نشوید. بارونم سلاح را پدر رو گیرید. پدر پدر قلنگ را زیر کنید بدونید چی بشود. التماس پدر سلاح را پرتوید. پدر نکنید پدر، التماس پدر باید شد. و شرطی می‌فرمایم که این خواهید راستش را میگوید. همه حقیقت را میگوید. میگویی یا نه؟ بگو حقیقت را میگویی. من یک گناه ندارم. خدا ندادمی با خدا ترسم علی جان، با خدا ترسم. علی نکن. دل هر یک آدم را خدا میداند، اما او به انسان چشم داده است که تو بر اینها را بیند. تو برای مال و ثروت این کار را کردی. اکه رمزی را تو کشتی، مرا گناهکار کرده به حبس شناندی. اکنون یا به همه راستش را میگویی که یا تو را نیست میکنم. پدر با این کار کرده تا هیچ چیز رو حل نمیکنیم. از این هم بدتر میشود پدر، همه ما نابود میشویم. میسوزیم مخی. به این هم سوختیم. اکنون زندگی کردن چی معنا دارد؟ علی التماس علی این کار را نکن. مشکل باشی. سخنی آخرینت را بگو. خواهی دعا، خواهی کلمه شهادت. ایستید پدر ایستید پدر. التماس سلاحتان را پرتوید. نکنید این کار را پدر ایستید پدر. خواهش میکنم پدر. گپ زن. برای چی؟ آخر برای چی سرما؟ میدونید برای چی پدر؟ مرا با این کار شما مجبور کردید. بله سرما، حق هستی دخترم. میدانم که خطا کردیم، خیلی خوب میدانم. لیکن حاضر به خانه برگرد، صحبت کنیم.
شاید خیلی دیر شده باشد هم. پدر و دختر نشستم مصلحت میکنیم. نمی شود پدر. من علاقه قرارم رو دادم. میدانم هر کاری که نکنم با تو مانع شده نمیتوانم دخترم، اما باری آخر هم باشد مرا گوش کن. بچه خیلی که میخواهی همان خیلی رفتار کن. اختیاره. شما بگویم علی بگویم. پدر التیماس رمزی رو تو نکشته ای. من میدونم که کشته است. پدر خواهیش میدونستی که من قاتل رمزی نیستم. چرا تو من کردی؟ قدر روزم را در حبس گذراندم، چقدر عذاب کشیدم. بوجدان چه خیل برادر هستی. یادم این چیز تنها آمد یواشید رو و هم همون رو میگوشد پدر. هر آن چیزی که ما رو یک جوه میکند برباد میدهد پدر. و شما وعده میدهم که بیگناه بودنتون رو اثبات مینمایم. همه‌اش خوب میشود. با خون ریزاندن کدام مسئله تا امروز حل شده بود پدر. گوش کنید، در پیش روزهای خوب ما رو انتظارند. پدر جان التماس این روزها رو برباد ندهید. التماس برباد ندهید پدر. التماس پدر نکنید. پدر التماس پدر نکنید پدر. خواهش میکنم پدر نکنید پدر. خواهش میکنم. خدایا پدر. خدایا شکر. سرام شوید گیریم. تشکر پدر جان. تشکر. برو بره. مردنی تو برای برادر بهتر. فهمیدی؟ آبروی ما رو رساندی. جلاد فهمیدی؟ دشمن جانی هم میشد این کار را نمیکرد. قاتل برادر کش. فهمیدی؟ قاتلی در خونت بودم. در خونت. گبزن هاشیم، رمزی را کی کشته است؟ گفتی که میدانی. گبزن هاشیم، گبزن اکنون. گبزن بگو همه شنود کی؟ قاتل حقیقی کیست؟ بگو. سرما تو رو خیلی و کلینی بازار و زیور دیدن میخواستم، لیکن حادثه های شده رو میدانی. هنوز دلم اون خنک نشده این خیل کارها رو نکن. حاضر وقت خونه دار شوی نیست. نمی شود پدر. این رو از من طلب نکنید. بی سبب عمر رو گناهگارم نکنید. برای فکرهای نادرستتون خوشبختیم رو به دیگر روز گذرانیدن نمیخواهم. و این نگاه کنید، هم گناهگار هم زور. از ما به خبر به وی خواهین خاندار شدنی، باز شرم نکرده گم زدنش را بینید. به تربیه. اگر مناسبتتان رو با عمر دیگر نکنید، خواهید یا نخواهید با خاندار میشوم. این رو نقزکک فهمیده گیرید. هیچ وقت با او خاندار شدنت را اجازت نمیدیم سرما. این رو در مینت جا کن. نه تهدیدهایت و نه تهمتهایت به خاندار شوی من و عمر مانع شده نمیتواند داغن. ای دختر، و تو حرمتی پدر و مادر نمانده است. مجبور میکنی که تو را زنی. دخالت نکن. کافی است همین قدر. بیا دخترم با هم صحبت کنیم. شین دخترم،
مصلحت کنیم. یک برایم نگاه کن دخترم. خسته شدم. با آینه نگاه کرده خودم رو نمیشناسم. این جنجال‌های بی‌آخر مرا تمام کرد. من هم نمیخواهم دشمنی و خفگی باشد، اما تو هم باید مرا فهم دخترم. من یک پدری هستم که دخترش از خانه گریخته است. و گریختنش باشد او مرد کمک کرده است. چیکار کنم دخترم؟ چشمانم را پوشم و چنان رفتار کنم که گویا هیچ چیز نشده است. آخر وی کمک نکرده است. حتی مانع شدن میخواست، لیکن شما به روی خود اما کم باور کرده او رو دشمنی خودتان حسابیدید. مرا ببخش دخترم، لیکن این رو با چشمان خود نمیدیدم، هیچگاه باور نمیکردم. چی خیلی اثبات کنم پدر؟ چی کار کنم که شما باور کنید؟ این طور باشد انتظار میشم دخترم. برای پدرت بودنم سرما است. خواهش میکنم باز کم انتظار شد. مادامی که گناهگار نیست تا اثبات کردنش انتظار میشویم. این روزها برای همه امان وزین است. از حادثه های شده سرم گرم شده است. التماس دخترم، التماس این مراتب گپم رو گوش کن سرما. اینها در کجا باشم؟ ای برای همه چیز تشکر شیر. نمیارزد علیه بازی مایلش تا بازدید. فکرت؟ اومدی؟ علیا همین قدر در زدم، چه رونق شدید؟ خاله در خانه نبودند. یک همسایه‌شان با نام ایشیل مرا مهمانداری کرد. ایشیل گفتی؟ بله، از خانه رو برو. چی شد فکرت؟ او رو میشناسی؟ نه جونکم، از کجا میشناسم؟ رفتیم. ایستا فکرت، و بچه ها یگون چیز گیرم خورسند میشوند. ها البته جونم، فقط زودتر. یک دقیقه صبر کنید. و بچه ها یگون چیز گیرم. فکرت Astinu solat şarım kun kuza puşt şarım dore. Bakalat hama bak korhoy bad medar o ya çar rosaş rona gufti ya çar rosaş rona gufti hoşim. ایستا صدیقه آرام شو. همه‌اش روی یک به یک میگوید غم مخور. اکنون خلاصی ندارد. Hakikat رو hoşim medonistad. گپ زن هاشی همه شنود. قاتل رمزی کیست؟ علی یکان گناه ندارد. ولی اگه هاشی ما شما رو گوش میکنیم. مرحمت ما شما رو گوش میکنیم. چرا آن وقت در مرافعه بیانات دروغ دادید؟ کار کردش رو دیدید کپیتان؟ او با دیگه بسرم سلاح گذاشت. اگر من این کلمه گفتم او برا میکشت. و من از کجا دانم قاتل کیست؟ هاشیم اگر نمیدونستی تو این خیل نمیگفتی، خصوصا در این وضعیت. اولین بار در دهان دروغ نبود. چیزی که میدونی در نزد همه گپ زن. میگویی رفیق خوشی کارهای کردت رو یک باید میگویی ها. کافیشه. ای قاتل در رزی همه مردم را
کشتنی بود اما گناهکار بازباشی نه. آفرین آفرین به شما آفرین. اگر مجبورم نکنید جانم را بانوی بینی هم آوردید. رفتیم. بیایید میرویم پدر. اکنون به کجایی که نروم ناراحتم دخترم. اکنون سن و سالم به جایی رسیده است راحت باشم ولی غم فرزندانم تمام وجودم را میسوزم. آخر این چه حال است؟ رفتیم بابا جون. من بهش رو بینم. فکرت چی شد؟ فکرت جونکم چی شد؟ جونکم با بولو برو. نباشد ایستو من میفرویم. فکرت این زن تو را از کجا میشناسد؟ نمیدونم علیا. شاید با کسی مامان کرده باشد. بیا تا رینگ نشده زودتر رفتیم. بیا رفتیم علیا. و یادم آمد این زن ایشیل است. علیا ایستا گوتم علیا. علیا فکرت چی شد؟ چرا به خونه نمیدروی؟ فکرت مهمون داشتم رفت به خونه در اومدن میتوانی؟ خسته شده بیا رفتیم یک قهوه تیار میکنم. فکرت خوبی؟ چی شد؟ کور شوی هاشمی کور شوی. از پشت تو این اویله همه وقت در عذاب برای منفعتت به گرده رو گوین میدروی ها؟ بابایم چیکار کردم بیبی جان؟ چرا از او رنجیدی؟ باز چیکار کند پسرم؟ کدام کاری بد مونده است که او نکرده باشد؟ انسان اینقدر بی‌انصاف میشود مگر؟ به یگان کس دلش نمیسوزد؟ رحم ندارد. بابایت انسان نیست. خلطه کثافت. نخود گفته یلی راست باشد. نخود هوشیم کرده باشد. نه تو این درجه نبوده بود. این هاشیم است. هاشیمی شد نپوشت. الو؟ سلام مادر جان. من سنم. سنم؟ دخترم چی؟ خوبم مادر جان. برایتان خوش خبری دارم. پگاه به محله برمیگردم و راه میبرایم. انیق تعیناتت برآمد؟ بله مادر جان تعیناتم را گرفتم. خیلی خرسند شدم دخترکم. من هم مادر جان. شما خوبید؟ حالی پدرم چطور؟ اپام، علی، بچه ها همه تان را یاد کردم. همه تینجیست دخترم. تینجیست مادر جان؟ دخترم حاضر گپ زدن نمیتونم. اومدی وقت صحبت میکنیم هایش خیر. علی چی شد دخترم؟ چرا گریه میکنی؟ مادر جان چی شد؟ چرا گریه میکنه؟ به حرمت خدا گپ زن. بچه ها رو زیق نکن. علی دخترم دخترم چی شد بطانه؟ اکسی زنی که پسرتون با من خیانت کرده است. رفتیم بچه از این خانه میرویم. علیه این کارو نکن دخترم. برم علیه. یعنی همسری رفیقش بوده است. یعنی در بینشون هیچ چیز نیست. همتون یک جا شده با من دروغ گفتید. های پدر جان التماس به مادرم اجازت ندید. تو سهم نمیداری فکرت. چطور برایم نگاه میکنی؟ اینجا خانه من است. تو در این خانه مادری فرزندایم هستی. چیزی که در بیرون بود با آن کارت نباشد. کارم نباشد؟ به من خیانت کردی و باز چنان گپ میزنی که گویا هیچ چیز نشده است. تو وجدان نداری. نه با تو نه با کسی دیگر حسابات نمیدیم. بله با تو خیانت کردم.
اگر زنی خوب میشودی شوهرت رو نگاه داشته میتوانستی. رو دب شو، دیگر به اینجا بر نگرد. من هم از تو خلاص میشوم، راحت میشوم. مادر جان ایتیمور از خونمون نرمه. مادر جان ایتیمور، مادر جان، مادر جان شیری نکنم. پس بودگیست. به این دنیا من یک مرتبه می آیم. چه خیلی که خواهم من خیلی زندگی میکنم. فکر کردم که خطای کردت رو میفهم. فکرت خونه‌اش رو نمیسوزاند. گفته بودم یگان قطره وجدان نداری، یگان قطره شرم نکردی. حیفی همون وقتی که برای تربیت صرف کردم. تو چند مرتبه به تو زنگ زدم اما کارم بود. به تلفن جواب دادن نتوانستم. در خانه عقد نکاح تو رو خیلی منتظر شدم. میدونم همش رو شنیدم. خیلی زیق شدم. اما که قربان راست میگفتند. گذشته رو فراموش کرده نمیشده است. فراموش کردن میخوایی اما نمیشود. سرما سرما علفهای بیگانه بناشون نمای گل مانع میشود. نمیگذارند که گل سبزد. تو اونها رو از ریشش کندن پرتویم از اونها خلاص نمیشویم. نیست سرما. مسئله خانه‌دار شدنمان غیر امکان است. میدونم. برای یکدیگر رو امیدوار نکردن شاید یک چند مدت با نخوریم. اما به تو وعده میدیم سرما. تمام مانعه ها رو برطرف میکنم. با مقصدمان میرسیم. وقتی در محله یک بهار زیبا میآید، یک توی پر دبدبه کرده خوشبخت میشویم. انا آن وقت همه به ما حسد میبرد. سرما دخترم علیه، دخترم علیه، گریه نکن. او با یک قطره آبی چشمت نمی ارزد. خودت رو به دست گیر. آبی چشمت رو تازه کن. نمیتوانم مادر جان، دیگر نمیتوانم. مرا مادری دو فرزندش را بدبخت کرد. خانه‌دار شویمان را نه مادری تو میخواهد نه پدری من. با نزد من گریخته آمدن نقش بیروزگی اونها خوشبخت میشوید.
تو به خانه ما عادت میکنی. اینجا هم خانه تو میشود. بعدم میدیم که تو رو خوشبخت میکنم علیا. وای خانه رو دیگر به یاد آوردن هم نمیخواهم. گفته بوده وقتی که من گریخته به نزد فکرت رفته بودم، گفته بودید که پشیمان میشوی. چقدر بیعقل بودم من، گپتون را گوش نکردم. ببخشید مادر جان، مرا ببخشید. آبی چشمت را نریزم. تو را برای گریه کردنت به وای نرساندم. یگانه خطاگیت همین باشد کافیست. تو را بخشیدم. شیرم حلال شود به تو. خوشبخت شوی شد دخترم. همه‌اش خوب شود شد. مادرم در درون چی کار میکنن؟ با نازشون رفتم میخوام. مادرت بابی بیاد صحبت دارند. ناراحت نکنیم ها؟ دخترک زیبایم نبیره جانم. بیا به نزدی بابایت. بیا دخترکم. بیا کنی دخترک زیبای من. انا همین خیر. آقا ما اکنون دیگر هیچ وقت به خونمون بر نمیگردیم؟ وای زنی در عکس بوده اکنون مادرمون میشه. من به این روز نمیشوم. مادر خود رو هیچ وقت امون نمیگذارم. من هم. البته مادرتان شما رو تنها نمیگذارد. شما هم بچه های رو تنها نگذارید. اکای عمر. شما خوب هستید؟ نیستیم اکای عمر. یعنی گیر عاشقی زار؟ از دادر داغنت هیچ چیز یاد نگرفتی ها؟ تو بر اینها رو خیلی کم دیدن. این هم یک موفقیت. خرسند شدن از لازم. چرا قهرت می آید؟ دیگر تو را فکرت فیسین نمیگویند. از هر طرف فیست میریخت. وقتی که میفهمیدی تازه میکردی. نزد تو برای آن نآمدم که مرا مسخره کنی. رفته کمی هوای تازه گیرم. کنی بیا جانکم. تو احوال فکرت را دیدی چگونه است؟ چی شد؟ سر داد و وای میکردی؟ از گپهای گفتت پشیمون شدی ها؟ علیا بچه ها رو گرفته رفت. ترک خانه کرد. چرا؟ فهمید از که شوهر فیسینش با او خیانت میکند رفت. چرا نشستی؟ یگان کار نمیکنی؟ خیلی چه صدیقه؟ چخیلی که میگویند با جنجال زن شوهر آستانه در خندیده است. نه با مسئله عالمی کاردار نمیشه. تو که با زندگی آنها همه وقت کاردار میشدی. حاضر باشد کاردار نمیشدی ها؟ ای صدیقه دانت رو پشت سرم رو ویران نکن میزنم. دخترمون زنگ زده بود. بعد از 2 روز میآید. تا این نوتش بر اومده است. دختری بیچاره بیاید و بیند که اویله رو بچه احوال آورده. چی میگوید ها؟ چی میگوید؟ خوب شد. چخیلی که میگوین هر یک کار یک چیز خوب دارد. سرم از جنجال آنها دم میگیرد. این سرت رو کنده به یگانجا بردم دم گیرد. صدیقه بچه ها رفتیم با اتاق من برای جمع کردن کتاب ها به من کمک میرسونه. رفتیم. بیا جانی تمام.
دخترم علیا جونم. گوش کن دخترم علیه، متاسفانه این دنیا همین طور ساخته شده است. اگر یک سر انگور خوراند مجبور میکند که یک ماشین علف را کشانی. طاقت کردن نمیتوانیستی پس میگریزی، اما یک باری از این هم وزنین تر بر دوشت میافتد. مسئله عائله داری باشد دیگر است. وقتی که عائلت را گم کردی بعد میفهمی از همه عائله بد بهتر از بی عائلگی است. نه شوهرت همش را فراموش کرده میتواند و نه تو. صبر کن دخترم. تنها میخواستم عائله خوشبخت داشته باشم. برای این از دستم چیزی که آمد کردم. با دغلی های فکرت همه وقت طاقت کردم، صبر کردم، اما در آخر بابا نه خانه دارم و نه عائله. صبر برای چی دیگر؟ اینجا خانه تو است علیه. ما هم عائله‌ات هستیم. مقصد ما همان است که این کار به خوبی حل شود. ما تو را تنها نمیگذاریم علیه. یک زندگی خوب داشتم. شوهرم را مثل جانم دوست می داشتم. اکنون همه‌اش مثل شم آب شد و رفت. فکرت دیوانه علیه رفت اکنون. رفت. بسیار خوب شد که رفت. من این شیر را دوست می‌دارم. یک حیات نو مرا انتظار است. هاشیمه، اوه هاشیم، چقدر بیغم بوده یا. اوف. دیوانه شدی زنه؟ سحری بر وقت سفر ها بخیر. تو نیت شپانه تیار کردن نداری این سر. باز هایوایت سر شد. برای همین من از کلچه فروش کلچه گرفته میروم. پوشت دایم به شکمت بند. از خورا خوردن بسیار شکمت از پوشت زده برآمد. جناب هاشم بچه ها رو فکر کردی یا نه؟ با فکرت گپ میزنی یا نه؟ البته گپ میزنم. ثروت رو به دست ویزن دادنی نیستم. در کجاست فکرت؟ لا حول ولا قوت. فکرت دیشب به خونه نامد، اما خوب کرد که نامد. در اینجا میشد گپ های زهرداری تو رو گوش میکرد جناب هاشم. مایلش کلین و پیسرت رو فکر نمیکنی، اقلا نبیره هایت رو فکر کن. البته فکر میکنم. نبیره هایم واریسان من میشوند. فکرت هایت گمزن راست به نزد من آید. اوف. خودت را به دست گیر دخترم. از فکری بسیار باز بیمار نشوی. احوال بچه ها مرا خیلی خواطر میکند مادر. آیندهشون چی میشود؟ بی پدر کلان شدن آسان نیست. نقص میدانم، اما مجبور هستم که از فکر جدا شوم. دیگر نمیخواهم به عزت نفسم رسد. علیه، این خیلی آرام نشسته نمیتوانم دخترم. به نزد صدیقه میرم. مادر جان، دیگر فایده ندارد. به احوالی توی کودکانت مینگرم. این چی گپ است؟ یک عائله را آباد کردن مشکل و ویران کردن آسان است. اکنون چی میشود اکا جان؟ مادرمان از پدرمان جدا زندگی میکنند؟ نه، باید ما آنها را آشتی کنونیم. درو داری؟ یک وقت پدر و مادرمان را آشتی کنوندیم. بله یاد دارم. اکنون باز جگان چی فکر کن اکا جان؟ مرحمت کلچه هایتان. به من ده. السلام علیکم. ببخشید یک چی پرسم. و علیکم السلام. استخانه هاشم عدلی که در کجا باشد؟
بعد از آن که بازار رو میگذارید کمی راه میروید. استخوانه عدیلگی ها در سری راه میباشد. سلامت باشید. صبر کنید. من جیانش هستم. اما که هاشم رو چرا میجویید؟ جیانش گفتید؟ وای قرضم بود برای همین میجویم. خیر بار دیگر تشکر. سلامت باشید. خدا حافظ. اپای رو به این خیل شدنش رو نمیخواست. با خدا قسم نمیخواستم این خیل شود. وای زن رو با فکر دیده بودم اما به علیه نگفتم. نخواستم زیق شود. فکر کردم که یک حواس است و میگذره. در نزد در همین طور میسیم یا به خانه میدرویم صدیقه؟ میلش گذارید. عاقبتش چی میشود صدیقه؟ با جدا شدنی آیله چشمانمون رو محکم میکنیم؟ از دستم هیچ چیز نمیآید. با پسرم گپ زدن نمیتوانم. اما اگر از من پرسید کم انتظار شوید. این همه شک هوای و هوس است. همش میگذرد میبینید خدا تو. نگذرد چی صدیقه؟ این کاری حرام به مانند می نوشیدن است. یک عادت کردی بس کردن نمی شود. باز احوال علی خیلی بد است. بچه ها تکرار به تکرار می پرسند که اکنون چی می شود؟ کی باشد؟ سلام علیکم. کار کنید خوش باش. تو در اینجا چکار میکنی در وقتی اومدنت با جنم گفت زدنت رو دیدم. با او چی ها گفتی؟ هیچ چیز نگفتم. فقط چی؟ وجدانم مرا آرام نمیگذارد. و تو چقدر پول دادیم لعنتی؟ اینقدر وجدانی تو گرسنه بوده است؟ را بس اینجا دیگر قدمت رو به اینجا نگذار. به اینجا برای پول گرفتن نامدم. از کاری کردم پشیمانم. از اینم بدتر می شود حسن. درباره اویلت یکم بار فکر کردی؟ اویلت را فکر کردی؟ دیگر تو رو در اینجا نبینم. در شب تشکر اکای قربان. نه پولمون نمیخواهم. چه خیلی میشود؟ همکار هستیم خواهرم صدیقه. این باسا حاجت به دختر ندارند. تشکر. لیکن در یک وقتی آمدم که ناراحت کردم شما رو ببخشید. نه اکای قربان نه هشینید کمی دم گیرید. چرا؟ درد دنیا در ما است. هیچ تمام نمی شود که درباره علیا و فکرت شنویده به فکرم. کاش که نمیشونیدم. چی می شود؟ از این خیل پدر همین خیل پسر می روید. پدرش رو بینو پسرش رو بلوده. کدام کاری علیا به فکرت پیشم نامد که او چونین کرد؟ شاید ناحرمتی کرد. کلینی من یک پری است. پری موی سرش رو جاروب کرده است. وای برای من کلی نیست پیرو بیاد. دخترم است. اما پسرم چطوری که فهمیدم شیطان یاردمچه هایش را جواب داده همه کارش را مانده خانه شما را جای کار کرده است. چرا اکای قربان؟ چون که از همه کار دوست داشته او بین زن و شوهر در آمدن است. معلوم نیست که از کجا شمار میبرد. هیچ کس نمیداند. در آمدش رو میکند و پف اما برای این شمال را بازداشتن قوتمان نمیرسد. این خیلی نگویید. شما تجربه دارید. این روزها را دیدید. آنها هنوز نهالی جوان هستند. چشمتون همه وقت در آنها باید باشد. پیش از آن که ریشه درخت می جنبد تدبیر باید جست. همینطور نه؟ چی تدبیر اکای قربان؟ شمال را حس کنید. شمال از کجایی که می آید زود باید آنجا را محکم کنید. پرده را ندرانید. پرده اگر در از شمال را من کرده نمیتواند. اکنون خانه پانه نمیماند در بین. خدایا نبیره هایم رو در پناهت نگاه دار. ما چکار کنیم بگوید اکای قربان. با لباسی دریده به بیرون برآمده میشود خواهرم را بیاد. با خدا کی راست میگوید. کمی حرکت کنی لباس دریده پورا میشود. این خیلی باشد در این خانه را با دروغ نی و با حقیقت
با راستی و پاکی سخت داشتن لازم. در این دروغ رو یک بار باز کنی دیگر بسته نمی شود. از این در یک حقیقت نمی درآید. اما حقیقت خیلی تلخ است. خواهرم را بیار. همه وقت راست گفتن لازم، لیکن حقیقت را میده گفتن لازم. مثال درباره یک دیگر چقدر گپی خوب باشد به دیگران گفتن دروغ نیست، میفهمی؟ اما حقیقت جای دارد. شما نشسته بینش را یابید. آنها چقدر یک دیگر را دوست دارند فهمند، شما آنها را راحت گذارید، با آنها راه نشان دهید، آب راهش را می‌یابد. به من اجازت، من رفتم. خیر قربان، خیر. حاضر علیه فکرت رو دوست می‌دارد، لیکن فکرت علیه رو دوست نمی‌دارد. لیکن هر دویشان بچه‌ها رو دوست می‌دارند. هاشیم کلین رو دوست نمی‌دارد، لیکن کلین هاشیم رو حرمت می‌کند. یعنی کلین هاشیم رو دوست می‌دارد. تو فیلسوف شدی مگر؟ تو اینها رو من و راه حل مسئله رو یافتن لازم. خانم سرما به تلفن جواب داده نمی‌توانند. اگر پیامی داشته باشید بگویید. هست. بگو که داغم تو رو خیلی دوست می‌دارد. بیعقل. از کاری کرده اما که علی هنوز قهرت پس نشده است امد؟ لعنت هم به وی هم به پسرش. با لعنت گفتن نمی شود. با او یک درس خوبی آداب دادن در کار. پدرم را کشتن. باز کی را کشتن میخواهند؟ سگانی پلید. تنها به علی درس دادیم نشد، اکنون با عمر هم یک درس میدهیم. چیکار میکنیم اما؟ عمر را هم به نزد پدرش روان میکنیم. چه خیلی که میگویند سیب از درخت دور نمیافتد. چی خیل روان میکنیم؟ پدر چی شد؟ این چه حوال است؟ دختر نرگس بمور شده است. چه بمور؟ سروان نمیدونم پدر، در خونه خوابیده است. خواهرم میمورد. تو چی میموری پسرم؟ چه میمورد؟ اون در کجاست؟ در خونه بابایم. مادرم در بالای سرش است. احوالش خیلی بد است. رفتیم پدر جون. دختر پدر. دخترم یک بوره چی شد؟ سحری صحت بودی کو؟ نمیدونم مادر جون، بیمارم. آخر تبخم نداری دخترم؟ شکم در میکند، پایهایم، چشمهایم، سرم، دستانم، همه جایم در میکند. گوش کن، یا که تو با من بازی میکنی ها؟ نرگیز چی شد دخترم؟ کجای در میکند؟ گپ زن دختر جونکم. هیچیش نشده است. برای شما رو با اینجا آوردم بازی کرده. با من بازی میکنی؟ لعنتی؟ ها؟ لعنتی مسخره میکنی؟ ها؟ با فکر نکنی انتقام میگیری ها؟ مادرم خبردار نبودن. با من بازی کرده بعد مسخره میکنی ها؟ برای شما رو با اینجا آوردن ما کرده. مادرم نه. راست پدر جان، مادرم گناه ندارم. مادرم گناه ای بیمار شد. مرا به حالم گذار. تو دیگر با من دخل دار نشو. مرا فراموش کن، فهمیدی؟ مادر جون نکن. مادر جون برای شما رو هشتی کردن کرده. ما رو ببخشید.
استکان فکرت. حالی گپ زدن ندارم پدر، خسته شدم. گپ میزنیم. در سن سالی جوانی نیستی اکنون. من به این رفتارت کار ندارم. زنت را از خانه پیش کردی خوب، لیکن تو فکر بچه هایت را کردی؟ فکر پسرت را. با بچه ها چی شده است؟ علیا آنها را هم گرفته رفت. تو کی با عقل میشوی؟ بچه ها میراث پگاه همه چیزمون از آنها میشود. بچه ها در دست علی ماند، میراث هم در دست او میماند. خودی پگاه ثروت رو به خانه بیار. اگر نیاری خود از آن نیا. فهمیدی؟ فهمیدم پدر. راب خوب کن. جومکی آب در 12 ساعت پر میکند. سیم جومکی آب در 8 ساعت خالی میکند. در حوض چند لیتر آب میموند؟ آفرین شیرین نکنم، گرگم خورید. دستتان درد نکنید. گوش کن ثروت، در حوض چند لیتر آب میموند؟ ثروت، ببخشید اکه عمر، به مادرم دلم میسوزد. خوشم دایم با اوست. گوش میکنم. عمر این تویی؟ بله من. یک بیماری وزین داریم برادر، التماس آماده میدیدی؟ اگر خواهید به بیمارخانه زنگ زنید. لازم شود یاری تجلی رو روان میکنند. چه خیلی گویم، پولمون زیاد نیست. بیمارخانه به دردمون درمان نشد. تو را خیلی تعریف کردن. آخران امیدمون تویی. برای همین به تو زنگ زدم. به حرمت خدا آماده میدیدی، نباشد میمورد. مایلش میآیم. سراغه را گویید. در طرف جنوبی برآمد محله کوچه برکت است. در آنجا میبینی اولین خانه است. در نزدش دیگر خانه نیست. زود بیا عمر، انتظارم. بچه ها کارا سر میکنیم. به کار خود آوارش رفتید. برادرتان را فراموش کردید. مرا میکشتند اگه میکشتند. پدر و پسر یک جشته مرا قریب کشند. توبه حتی نامستادی را با این پدرم میخیزند. اینها انسان نیستند اگه قاتلند. هم پدرش هم پسرش. میگذر آشیم، همه منزیق شدیم. اما پا نگیده که میکشتن. میگویم عمر هم یک مراتبه توبه کرده خدا حمله کنم گفت. از دست پدرش سلاح را گرفته به گلویم زیر کرد. زیر میکند، زیر نمیکند مگر؟ خدای توبه، کی ما از وی خلاص میشده باشیم؟ وقتی خلاص شدن هم آمد، حتی گذشت. سری ما را در خوردی گفتن لازم بود. اکنون بگردنمان میپیچد. کوچه برکت. در وقت نبودن من نام یگان جا عوض شده است مگر؟ آخرین ضربه را زدن در کار، وگرنه خیلی کارها میکند این مار بچه. امک، قهرتان از این بیتور پس شده است یا در نظرم می نماید؟ حادثه ها رو چقدر زود فراموش کردید امک؟ چی شد داغن؟ چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ مگر تمام ثروتمان را تقسیم نکرد؟ مگر به قاتل پدرم این عارف کمک نداد؟ به سیده هارون چی؟ دخترتان را گوریزاند امک؟ عقل سرمه را برده پنهانی خانه‌دار شدن نخواست؟ بگویید امک، مگر این کارها را عمر نکرد؟ فراموش کردید؟ نمیدانم. گویا که در درون چند حدود هستیم. چی شده استاد است؟ هیچ کدام آنمون نمیبینیم. اکا، مادام که نمیدانید گپ نزنید.
امروز وقتی که با دوغان در دکان بودیم به نظرمان آمد باز تهدید کرد سرمه را از من گرفتنی باشد من هم دنیا را به سرشان چپه میکنم باز. راست میگویی آشین. داغان و همین در گفت. دروغ. از سیاه کردنی کسی بگناه خسته نشدید. اومد چی کار کرد؟ سیده را گریزان دست میگوید. برعکس برای نگریختنشان دیگر راه میجوست. مال و ثروت میگوید. کدام مال و ثروت؟ برای چی گذاشتید؟ همش را کشیده گرفتید. در مسئله خانه دو شبی باشد. عمر خودش رد کرد داغن. شما لجام اینها را سر دادید که چرا اجازت میدید این دختر با شما این خیل گپ زند؟ هم عمر ما رو میسوزاند هم بازو که شما خودتون رو میسوزونید امک. با یک رویتون با مغروریتون این اویله رو با آتش میپرتوید. سرما کردار نشو، این کاری مردان است. بس بودگیست مادر. وقتی حقیقت رو گپ زدن آمده است حتی گذشته است. بس است. ماند این گپای بیهوده رو. از این جنگ و جنجال بیزار شدم. راحت میخوام، راحت میفهمه. در رو کشوید اکی حمزه زودتر در رو کشوید. برکشو حالا. اکی حمزه اکی حمزه زودتر. اکی حمزه زود باشید. اکی حمزه زود باشید. چی شد صدری؟ این چه داده باید؟ چی شد زبانت رو خوردیم اگر؟ قهوه خونتون میسوزد اکی حمزه. چی؟ قهوه خونتون رو آتش زدن. چی ها میگویی؟ انا دیدل که کاری کردش را کرد میسوزاند گفت سوزاند. من این گپ ها را شیم امروز رو تحرا کرده. سلام علیکم. و علیکم پسرم. شما بخیر. کوچه برکت رو میجویم. نمیدونید کجاست؟ این خیلی کوچه نیست. سراغ را نادرست گرفته. نه انیخ کوچه برکت گفته بود. بیماری دارد. خوب میلش. اگر خواهد باز یک باری دیگر زنگ میزند. برای کار. صبر کن پسرم. به فکرم دکتر هستی. مرحمت امک. تو رو واخوردن در تقدیرم بود است. سلامتی هم خیلی بد. بکی تقدیر بکی نیت امک جان. اگر خواهی در آمده شما رو معاینه کنم. خدا از تو راضی باشد. مرحمت. دیره چی کار کرد؟ دنیا را به سرطان چاپه میکنم گفته به پویده گم نزده از من باقت کرد. نگاه کرد. تو دیدی گپ زن. گپ زن و خیلی کار رو که کرد. بگو کی آتش زد؟ کی رو آتش زد؟ از کی میترسی نمیگویی پسرم؟
از پشت عددی ها هستن چی کار کردن این دامت گفتن زنی گرار دیدی عمر شد با نجمی از اونجا میگذاشتیم در دستش دیروزین بود میگذاشتیم روزین رو در گیرونده توی دیدم با چشمونی خودم برای خدا گپ زنید نکنید صدری کی با شما این گپ ها رو یاد داد راستش رو گویید هیچ کس به من یاد نداده است چیزی که دیدم همون رو میگویم آنه دیدی سرما عمرت چی کار کرد با تو طرفش رو میگیری کمی خوب کن دخترم بیفایده خودت رو عذاب نده راست میگوید اکنون از فکری بیفایده مرادی حاصل نمیشود همش تموم شد مثل خواب آمد و رفت اگر خواب هم باشد خوابی بد بود به این نگاه نکن در نزد آن دنیا همه این دنیا مثل خواب است اما زندگانی همان ما را مجبور میکند به فکر من متانتت را خدا خواهد آخری این کار بخیر باشد راه همان در یک جا پیوست می شود خوابی بد می گویی به پیشت نگاه می کنی اما چیزی که شود نشود تو سراسی من نشو دخترم چی قدری که می توانی طاقت کن آخر حیاتی بی درد در این دنیا به هیچ کس نصیب نشده است التماس کمی خواب کن دخترم مگر مرا خواب میبرد مادر در تقدیرم بعد از 12 سال از خانه مادرم جدا شدن بوده است 12 سال با گفتن استاد اگر چنین روز را فکر میکردم آرزو میکردم مادرم چیکار میکنند؟ حالا هم گریه میکنند؟ بله نرگس همه شاید بیمار شده که بازی بودنش را زود نمیگفتم آنها آشتی میشدند همه شاید بیمار شده که اکنون دیگر به خونه همون بر نمیگردیم تو گناه نداری خواهرم مادرم تو را به این احوالت بیند بسیارتر زیق میشوم گریه نکن ما زیق نمیشویم کودک این گفته فقط بازی کنه گریه میکنم تا سهر گریه میکنم اگر این راست باشد عمر اگر این کار رو تو کرده باشی این دفعه از دستم خلاص نمیشوی اکای حمزه زیق نشوید ما با شما کمک میکنیم در مدت کوتاه مثل پیشترش میشود خوابت نبرد دخترم آه دختری بدبختم از روزی که عروس شدی یک روزی خوب ندیدی چی گویم نمیدونم لیکن بس بودگیست اینقدر زیق نشو نگاه کن دو فرزند شیرین داری یعنی دنیا را داری کمی آنها را هم فکر کن تو زیق شوی آنها هم زیق می شود ها دخترم تو مرا فهمیدی دخترم
سربت، نرگیس، چرا هیچ چیز نمیخورید؟ بنونتون مرا به مولم؟ نمیخوریم بابا، نمیخوریم. شما باید یگون چیز خورید. سربت، روزی در روز در مکتب گروس نمیمونی؟ من دیگر به مکتب نمیروم. پدرم مادرم رو نمیخورند. من اکنون مادرم رو نگاه میکنم. سربت؟ زیخ نشاید مادر جان. من اکنون شما رو نگاه میکنم. البته نگاه میکنی. اما اول مکتب رو ختم کرده صاحب یگان کار شدنت لازم. همین دوره پسرم. چه خیلی مثلی؟ اکه عمر و فتحهای خوبم. با مانند آنها اکنون حاضر تیار شو با مکتب دیر نکنی. خیز. شین دخترم، تو خوردن گیر. چای رو من میارم. دروید. مرا دعوت کردید سردار؟ امور عدالتی رو زود یافته بیایید. از بالا شکایت است. اطاعت سردار. تشکر اپا جون. از گپای تقای یعقوبت نمیبرای، فهمیدی پسرم؟ البته نمیبراید. جیانی من مرا گوش میکند. اکه عمر، من کلان شوم مثل شما دکتر میشوم. مادرم رو من نگاه میکنم. انشالله. مادرم دیگر زیخ نمیشود. چرا نه؟ تو یک بچه با عقل هستی. اگر خواهی موفق میشوی، فهمو؟ رفتیم سربت، دیر نکنیم. رو پسرم، خدا نگاه دارد. کودکانی بیچاره عذابی از همه وزین را آنها میچشند، چون که زن و شوهر نمیفهمند که این جنگ و جنجال آنها چقدر به کودکان تأثیر منفی میرسانند و روحاً اذیت میکشند. روز بخیر. چی شد دخترم؟ ماری عدالتی منم. چی یگون واقع شده است مگر؟ سلام. شما باید با ما به شعبه روید. از بالایتان شکایت باید است. اینجا ثبت شده باشد. کی و برای چی از من شکایت میکرده است؟ همه‌اش رو در شعبه میفهمید. خواهش میکنم با ما بیایید. بخیر است. چی شد پسرم؟ من یک رفته فهمم. بعد یک چند ساعت برمیگردم. غم نخورید. بابا جان یگان خطاگی شده است. رفته. خیلی خواطرم، خدا بخیر باشد. خدایا ما را از این بلاها دور کن. سربت، اینجا بپسرم. با خانه بروید. سربت، تو چی گفتم رو نشنیدی؟ نمیخوام پدر، من با مادرم زندگی کردن میخوام. من با تو بیا گفتم بیا، فهمیدی؟ فکرت صبر کن. کار دار نشو. وای پسری من است. فکرت این کارت نادرست است. این خیلی نمیشود. رسم. دردت نرو، درده. من با شما نمیروم، با مادرم میروم. دمت رو گیر گفتم. بعد از این چیزی که من میگم همان میشود. فهمیدی؟ پیش درو. رسم. با پدرسون کی از سربت دست کشد، فهمو؟ و اکنون با من میماند. سردار، ماری عدالتی رو آورده. او رو دعوت کنید. گذارید. خسته نباشید کمیسر. به نام من شکایت بوده است. کسی از بالای من عریضه شکایتی نوشته است. مرحمت گذارید. حاضر میفهمیم. محله‌ام را چنان یاد کردم که گفتن نمیتوانم. هر دقیقه که به محله‌ام نزدیک میشوم دلم گم میزند.
шаҳре ро ки дар он хондам албатта дӯст медорам, лекин ҳафтбаҳор барои ман дигар аст. дар ин ҷо таваллуд шудам, ба воя расидам. покдоманию поксириштиро аз одамонаш омӯхтам. тамоми авлоди ман, яъне адалагиҳо, дар ин маҳалла солҳост ки итtifоқ зиндагӣ мекунанд ва ман ҳам хушбахтам ки ниҳоят ба назди онҳо бармегардам, ба оилаам, ба хонаи гармам. ҳамза адалигӣ, қаҳвахона шумост? гап занед, чӣ шикоят доред? ҳоҷат ба гап задан ҳам нест, комиссар. ҳама чиз маълум аст. умар ҷияни ман аст. лекин чунон беақл аст ки қаҳвахонаи амакашро сӯзондааст. фикр накардааст ки хоҳу нохоҳ касе ӯро мебинад. комиссар, мо гӯё амакҳои умар ҳастем, лекин аз вақте ки падарашро ба ҳабс гирифтан бо ӯ ким шудааст, чӣ коре ки накунем бо ро душман меҳисобад. пеш аз ин ҳодисаам вай ба мо рафиқ комиссар таҳдид мекарданд. таҳдид дурӯғ аст сардор, ҳамааш тӯҳмат аст. боз чӣ найранге бофта истодаанд? сабр кунед, ба шумо ҳам навбат мерасад. илтимос ба ҷоятон шинед. кани гап занед. шумо дар вақти ҳодиса дар он ҷо будед? барои шоҳидӣ додан ба ин ҷо омадед? яъне бо чашмони худ дидед ки қаҳвахонаро умар сӯзондааст, ҳамин тавр? бале дидем сардор. ӯ ману рафиқонамро надид, лекин мо ҳамашро дидем. умар қаҳвахонаро сӯзонд. хуш умар, шумо шунидед? ба ин чӣ мегӯед? ҳама ин дурӯғ аст комиссар. ин одамҳо дар назди амаки ҳошимам кор мекунанд. маълум аст ки онҳо барои кӣ шоҳид мешаванд. ман дишаб дар дигар ҷой будам, ҳатто аз назди қаҳвахона нагузаштам. шоҳидҳои мо дар ҳамин ҷо сардор. ҳамаашон барои шоҳид будан омодаанд. агар қаҳвахонаро ӯ насӯзонда бошад, пас дишаб дар куҷо буд? исбот кунад. бигӯяд, дар вақти ҳодиса куҷо будед? шоҳид доред? ҳаст комиссар. дар он вақт дар назди як нафар будам. хоҳед пурсед. худо шоҳид. дар бозгашт аз наздам баромад як номпаз. ӯро муоина кардам. яъне ҳамин тавр умар. суруғашро аз ӯ гиред. номпазро пайдо карда биёред. кани бине ба мо чӣ мегӯяд? خاموش. سردت نرو، سردت. خاموش. نزدی مادرم خاموش نروم. خاموش بودم بازو. دیگر مادر نگو. مادر رو دیگر هیچ گونه میبینی. چی گپ شد؟ فکرت تو دیوانه شده مگر وای هنوز خورد است. شما کاردار نشوید. نکن پسرم. غیر از من همه به این کودک دخالت کردن. انا برای همین پدرش رو گوش نمیکند. گوش نمیکنم. من نزدی مادرم میروم. چی گفتی ما رو گوش نمیکنی؟ این خیلی باشد تو گوش کردن است. سرده کودک رو. سرده. سرده مادر. انا در همین جا میمونی. درو گوشویت پدر. گوشویت. گوشویت درو گوشویت. من نزدی مادرم میروم. پسرم. بفایده داد نزن. گوشویت درو. تا ما رو گوش کردن است. تا مادرت رو فراموش کردن است. در همین جا میمونی. با تلفن جواب ده دخترم. مادر جان. گوش میکنم. چی؟ چی گفتی یعقوب؟ بابا زوری گرفت. با این احوال من هیچ کار کردن نتوانستم. ثروت رو به نزد خودش گرفت. پسرم رو به علی نمیدیم گفت. کی زنگ زد دخترم؟ علیه؟ میبرد. فکرت. فکرت
شو میگویم فکران شو میگویم چی میخواهی؟ پسرم رو میخواهم حق نداری او رو از من گیری اگر تو مادری او باشی من پدرش هستم ثروت در نزد من میمونه فهمیدی؟ نمیشود فکرت ثروت رو نمیدهم میمونم و نمیدهم تو با من کم میگردانی ها؟ ثروت میخواهی؟ ها؟ تو با من دست دراز کردی آنه با تو ثروت آنه با تو ثروت آنه ثروت فکرت آنه با تو با من دست دراز کردی من کی بودم رو با تو نشان میدم شما کردم نشد مادر من با تو کی بودم رو نشان میدم منه با تو ثروت رو میخواهی با من دست دراز کردی ثروت رو نمیبینی با تو گفتم نمیبینی منه با تو ثروت میخواهی لعنتی اکا یانگا به خانه درو سنم چی واقعا شد؟ با تو به خانه درو گفتم دخترم مادر بیا دخترم به خانه درویم نباشد همش بدتر می شود اگر یک باری دیگر به در خانه آمدی از این هم بدتر میکنم علیا جون دخترک یانگا انسان را حقیقت انسان می کند. شعور عائله برپا کردن به انسان شروع شده است. چطور باز انسان دیگر می شود؟ قدر و قیمتی در نزد چشم بوده را پرتافته به راهی پول و حرص رفته است. چطور باز به افق روشنی می براید؟ عائله‌اش را فراموش کرده تنها خود را به باطلاق نمی پرتاید. به مانندی کسلی سرطان به مردم رنج و ضرر می آورد و بس. فریاد فغان جانهایی که رنج و عذاب داده است به آسمان می رسد. تقدیرش غم و غصه می شود و از مردم پنهان می شود. اکنون بیماری بیرحمانه به بدنش در آمده است. کسلی سرطان فرمان دادن را شروع کرده است. این طوفانی سخت در جایهایی است که تنها سوختن و مرگ آنجا می باشد. به مانند هشتکی بلند به گوشها زنگ میزند، چشمها را پرده میگیرد. متاسفانه آینده تیره و سیاه شده است. اکنون طوفانی سخت پیش از همه سوختن را از کم قوتها شروع میکند. یا خدا نقشه همان برباز رفت. اگر این نونپزی دیوانه نمیشد نقشه کشیده همان عملی میگشت. گویا که این بیتار در پوست شیطان باشد. ما نقشه میکشیم با او دام میگذاریم او چی کاری کرده از اون خلاص مییابد. این بار دویم است عمر. دعا کن که نونپزی گفتد راست برایت. بچه های ما به سراغ دادتان رفتن عمر. صبح امروز در راه انقره یک اتوبوس با آدمانش به صدمه دچار شده سوخته است. از بین جسدها یک حجتی نیم سوخته یافتند. متاسفانه عمر جسد نونپزی گفته اتون. شما یگان شاهد دیگر دارید؟ به ما بگویید. این کار در همیشه تمام می شود داغم.